قسمت ششم انیمه بهشت جهنم هم خوب بود هم عجیب. یعنی تو هر قسمت داره اتفاقاتی رخ میده که داستان مبهمتر و غیر قابل حدس زدن باشه. ولی تو این قسمت یه نکته طلایی وجود داره در مورد ارزش شخصیت پردازی و عمیق بودن یک کاراکتر که تو ادامه توضیح میدم. قبل بررسی باید بگم داستان داره وارد مرحله جدیدی میشه که به نظرم دیگه از اون حالت بتل رویال گونه‌ای که متصور بودیم خارج شده. قرار اتفاقات عجیب تری رو شاهد باشیم که روند داستان به کلی تغییر میکنه. همونطور که مشخص بود غول بیزن جدا از قدرت بدنی عجیبش انسانیتش رو هم از دست داده. منتها این بار خیلی مبهم و سریع یه گذشته ازش نشون داده شد که به نظرم زیاد جالب نبود. بیشتر زمان قسمت ششم مربوط میشد به مبارزه گابیمارو، ساگیری و روکوروتا. نکته جالبی که باید بهش توجه کنیم رفتار گنجی بود. تو قسمت قبل 2 احتمال رو توضیح دادم که یا نگاه جنسیتی به ساگیری داشته که یه زن نباید سامورایی بشه، مخصوصا تو قبیله یامادا چون شغلشون اعدامه و آزمونگر شمشیرها هستن، یا اینکه چون ساگیری دختر رهبر قبیله یاماداست میخواست ازش محافظت کنه که در آخر هم دیدیم گنجی جون ساگیری رو نجات داد. اما دلیل گنجی واسه اینکه ساگیری باید برگرده هر 2 احتمال رو شامل میشد که خب به ذهنیتش برمیگشت که از ساگیری داشت. اما همه اینا باعث شد ساگیری به چیزی که از قسمت اول ازش دیده بودیم تبدیل بشه. یه آدم دقیق، تحلیلگر و خونسرد که میتونه احساسات خودش رو کنترل کنه و حس مرگ واقعی رو به مجرم منتقل کنه. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل گابیمارو به قدرت ساگیری اشاره کرد و گفت ساگیری حتی قوی‌تر از خودشه، یعنی قوی‌تر از گابیمارو. جالبیش اینه که گابیمارو نمیدونست دلیل این قدرت چیه، یعنی نه تکنیک، نه قبیله و نه ذات. مطمئن نبود قدرت ساگیری از کجا میاد. اما مهمترین نکتهش این بود که گفت حداقل تو زندان که خیلی قوی بودی. به طور کلی دارم میگم، حالا بعداً توضیح میدم. گابیمارو یکم ضعیف شده چون احساساتش رو به دست آورده، یعنی با توجه به چیزایی که در موردش گفته میشد گابیمارو سطحش خیلی بالاست. اما در عوض ساگیری قوی تر شده چون داره یاد میگیره احساساتش رو کنترل کنه. چی باعث این اتفاق شد؟ تحلیل رفتار و عملکرد گابیمارو، مخصوصا جمله‌ای که گابیمارو گفت از کسایی که صد راهم بشن نمیگذرم. یعنی واسه هدفی که داره تمام توانش رو میذاره که اون رسیدن به اکسیر و بعد رسیدن به همسرش. اما ساگیری تا الان تو این دوگانگی مونده بود. وقتی گنجی ساگیری رو واقعا به عنوان یه سامورایی قبول کرد و حتی شمشیرش رو بهش داد، یه هدف براش تعیین میکنه، اینکه ساگیری به عنوان یه سامورایی از قبیله یامادا باید انتقام ارشدش رو بگیره. تا الان قبول دارید که مرگ گنجی با اینکه یه کاراکتر ساده و معمولی یه خاصیت و یا دلیلی داشته؟ اگه قبول دارید تو ادامه توضیح میدم چرا شخصیت پردازیش عمیق و پیچیده نبود. میشه گفت اولین همکاری سامورایی و شینوبی رو دیدیم که اتفاقا ترکیب ساگیری و گابیمارو خیلی جوابه. چیزی که در مورد ساگیری عجیب بود تضاد رفتاری و شخصیتی ساگیری تو قسمت اول نسبت به چند قسمت بعدیش بود. خب ساگیری از چندین طرف تحت فشار بود که تو این چند قسمت بهش اشاره شد، اما مشکل ساگیری مهارتش نبود بلکه تجربه و اعتماد به خودش یا مهارتش بود. الان که ساگیری از اون فشار خارج شده میتونه از نهایت مهارتش استفاده کنه و دیدیم که حتی از گابیمارو بهتر تونست جلوی غول بیزن مقاومت کنه و در نهایت تونست اعدامش کنه. البته بعدش گابیمارو به ساگیری میگه که نگران بقیه همرزماش یا همون یامادا آسایمون ها نیست، که ساگیری از این لحظه به بعد تصمیمشو گرفته که بهتره به نظر بقیه احترام بذاره و صرفاً تمرکزش رو بذاره رو کار خودش. نمونهش قسمت سوم بود که ساگیری به گیشو گفت مراقب باشه، در صورتی که ساگیری باید تمرکزش رو خودش و گابیمارو میذاشت. همین حواس پرتیا یا ظاهراً دلسوزیا باعث میشد به ساگیری یه نگاه دیگه داشته باشن و بهش بگن بهتره برگرده. اما نکته جالبتر اینه که مشخص شد گابیمارو هم اونقدرها که فکر میکردیم افسانه‌ای نیست و یه سری محدودیت‌ها داره. اینکه وقتی گابیمارو استقامت روکوروتا رو دید یاد قبیله خودش افتاد، یعنی احتمال داره کسایی تو قبیله شینوبیا یا همون روستای ایواگاکوره باشن که قدرتشون از خود گابیمارو هم بیشتره و این واقعا جالب میکنه ادامه داستانو، چون
اونام قراره وارد این جزیره بشن. به هر حال این 5 تا محکومی که تو جزیره هستن اونقدرا که گفته شده جنایتکار نیستن، یعنی عملاً از اول مشخص بود که یه تعدادی مجبورن با هم کار کنن و جزو شخصیت‌های اصلی یا مکمل باشن، پس احتمالاً با هم دیگه همکاری میکنن، مخصوصاً وقتی که بفهمن خارج شدن از جزیره کار به شدت سختیه. پس احتمالاً میفهمن افتادن توی باطلاق و تنها راه نجاتشون همکاری با بقیه است، چون حتی اکسیر هم پیدا کنن نمیتونن از جزیره فعلا خارج بشن. چیزی که همه معادلات رو به هم زد آخرین صحنه‌ای بود که دیدیم. چوبی جدا از قدرتی که داره حسش هم خیلی قویه، واسه همین فهمید اطرافشون کسی هست، منتها رو بهترین حالت یا فکر میکرد مجرمای دیگه هستن یا هیوله های دیگه، اما مشخص شد غیر غولا موجودات دیگه هم تو جزیره هستن. با فعالیتی که در حال انجامش بودن کاری ندارم، ولی همین مورد باعث میشه روند کل داستان تغییر کنه. چرا؟ چون اولا مشخص نیست این موجودات یا همون زائدها دوست باشن یا دشمن، که اگه دشمن باشن قطعاً باعث میشه 5 تا مجرمی که باقی موندن با همدیگه همکاری کنن. بعدش هم اصلا مشخص نیست اینا انسانن، پریان یا چیز دیگه. وجود اون روستای متروکم که بهش میگن شینسنکیو عجیب تر میکنه داستانو. هر چقدر جلوتر میریم داستان داره بازتر میشه، چه اون 2 تا دختر، چه این روستا و کلا هر چیزی که تو این جزیره وجود داشته و داره نشون میده جزیره میتونه مهمتر از اون چیزی که همه فکر میکردن باشه. پس نیاز بود اول شخصیت پردازی نسبتاً قابل قبولی در مورد کاراکترهای اصلی صورت بگیره و بعد وارد اصل ماجرا بشیم. تا الان بیشتر گابیمارو و ساگیری کاراکترهای محوری و اصلی بودن، اما احتمالاً این رویه کمی تغییر کنه. اما در مورد نکته طلایی که گفتم، ببینید مرگ گنجی یا روکوروتا چقدر روتون تاثیر گذاشت. جوری بود که غافلگیری بشید یا ناراحت؟ احتمالاً نه. چرا؟ چون هیچ مقدمه یا بک‌گراند کاملی از سرنوشتشون ندیدیم که چی بودن و چه سرنوشتی داشتن که به اینجا رسیدن. صرفاً یه فلش بک مربوط به روکوروتا دیدیم، خیلی ساده و مبهم. چرا میگم مبهم؟ اول اینکه چرا همچین کاراکتری به وجود اومده، دوماً این همه مدت چیکار کرده. مهمترین سوالم اینه که کسی مثل روکوروتا یا غول بیزن که حتی گابیمارو نتونست شکستش بده رو چطور دستگیر کردن یا بهش فهموندن که باید بیاد به همچین جزیره‌ای تا بعد پیدا کردن اکسیر زندگی بتونه از عفو شوگن استفاده کنه. خب حالا که با همچین کاراکتری آشنا شدیم لازم یه نکته که خودتون میدونید رو دوباره یادآوری کنم. مسئول غول بیزن کی بود؟ ازن بود که تو قسمت دوم باهاش آشنا شدیم. همون موقع با توجه به چیزی که من ازش دیدم حسم این بود که این کاراکتر احتمالاً جزو کاراکترهای ساپورتر، حالا یکم نقشش کم رنگ‌تر اما بالاخره هست تو داستان. اما تو قسمت سوم دیدیم یه صحنه نشون داده شد که خب به نظر میاد ازن کشته شده. اولا که به صورت مشخص نشون داده نشد ازن کاملا مرده، یعنی جسدش رو ندیدیم به صورت کامل مثل گنجی. پس حداقل من نمیتونم فعلا مطمئن باشم که ازن مرده، اونم با مهارتی که داشت. چیزی هم که روکوروتا داشت میخورد ممکنه دستش باشه. یادتون نره نویسنده و کارگردانا همیشه دوست دارن ذهن مخاطب رو بازی بدن. بعدم اینکه چه فایده ای داره هم گنجی کشته بشه هم ازن، اونم توسط روکوروتا. البته این حرف ساگیری که به مأمور ناظر روکوروتا اشاره کرد همینجا جرقه‌ای تو سرم زده شد که احتمال داره ازن هنوز زنده باشه یا نهایتا مجروح شده باشه. همونطور که گفتم دلیل مهمترم اینه که مرگ گنجی باعث یه تغییر و تحولی تو ساگیری شد که توضیح دادم. پس مرگش یه هدفی داشته، اما مرگ ازن خیلی بی‌معنیه. حداقل من فعلا منتظرم ازن رو دوباره ببینم. البته اگه خیلی بخوایم ریز بشیم میتونیم بگیم مرگ ازن هم یه تأثیری داشته توی ساگیری، اما خب تأثیر مستقیم رو گنجی رو ساگیری گذاشت. خیلی هم اگه بخوایم ریز بشیم روی این قضیه و به جزئیات توجه کنیم، الان 5 تا مجرم داریم با 5 تا مأمور ناظر، یعنی هر مجرمی که کشته شده مأمورش هم از داستان حذف شده. اینکه مردم این روستا چطور تو این جزیره عجیب زندگی کردن یا تا کی تونستن دووم بیارن و حتی از کی این اتفاقات تو این جزیره رخ داده باعث میشه هیجان بیشتری واسه دیدن ادامه داستان داشته باشم و به نظرم خیلی از ضعف‌های این انیمه با این داستان پوشش داده شده. ممنون که این ویدیو رو دیدید.
مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. فعلا یا حق.